آلزایمر. در این ویدیو قصد داریم شما را با انواع فراموشی ها و بالاخص نوع شایع آن یعنی آلزایمر بیشتر آشنا کنیم و به تفاوت‌های بیماری آلزایمر و دیگر حالت‌های فراموشی بپردازیم. پس تا انتهای ویدیو همراهمان باشید. در همین ابتدا باید بگیم که دلیل فراموشی همیشه آلزایمر نیست. در آلزایمر ما پلاک‌های بتا آمیلوئید بیرون سلول عصبی داریم. پس در خون هر زمان بتا آمیلوئید چک شود و میزانش بالا باشد نشان از بیماری آلزایمر و مقدار بالا بودنش شدت آن را حکایت می کند. آلزایمر علاوه بر بتا آمیلوئید بیانه درون سلولی پروتئین تائو آن هم فسفوریله شده است. نکته مهمی که می‌خوایم اشاره کنیم این است که حالا اگر فردی فراموشی شدید داشته باشد و بتا آمیلوئید بالا نباشد و همچنین مغزش در حال آتروفی یا همان چروکیده شدن باشد، مشکل از کجاست؟ دمانس، مجموعه‌ای از آسیب‌ها در مغز که ممکن است هر فردی یک مورد از آنها را داشته باشد، اما نتیجه نهایی همه زوال عقل است. آلزایمر در زیر مجموعه دمانس است. ممکن است فردی که فراموشی دارد در آزمایش خونش بتا آمیلوئید بالا نباشد و این اصلا خوب نیست، چون برای درمان دقت بالایی می‌طلبد. دمانس عروقی، زوال عقل عروقی، به دلیل مشکلات خونرسانی به مغز ایجاد می‌شود و علل آن می‌تواند یکی از موارد زیر باشد: سکته‌های مغزی بزرگ یا کوچک یا همان سکته‌های بی صدا، آترواسکلروز، که به باریک شدن و سخت شدن عروق شریانی که منجر به کاهش جریان خون به مغز می شود گفته می شود. فشار خون بالا، دیابت و کلسترول بالا. از علائم شایع دمانس عروقی می توان به موارد زیر اشاره کرد: اختلال شناختی، مسائلی مربوط به استدلال، برنامه ریزی، قضاوت، حافظه و سایر فرایندهای فکری را شامل می شود. سردرگمی که ممکن است بیماران گیج و بی‌حس شوند. مشکل در صحبت کردن و درک گفتار از دیگر علائمی است که اختلال در برقراری ارتباط را به دنبال دارد. مشکلات جسمانی، اهم از مشکل حرکتی، به هم خوردن تعادل و مشکل در راه رفتن را شامل می شود. اگر تا اینجای ویدیو مورد پسندتان قرار گرفته باشد، بیایید در اینجا کانالمان را سابسکرایب و لایک کرده و برای مطلع شدن از راه‌های تشخیص دمانس عروقی و درمان‌های دارویی تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. برای تشخیص دمانس عروقی بررسی و مطالعه سابقه و تاریخچه پزشکی بیمار، بررسی عروقی و بافت‌های ام‌آرآی مغز و همچنین تست‌های عصب روانشناختی پیشنهاد گردیده است. رتبه اول مکمل‌ها در درمان دارویی دمانس عروقی منیزیم می باشد. گاهن مشاهده شده بیمارانی که تشخیص آلزایمر برایشان گذاشته شده بود، بعد از آزمایش بتا آمیلوئید و منفی شدن نتیجه آن مشخص شد که این بیماران دچار آلزایمر نبوده ولی فراموشی شدید پیدا کردند. برخی از این بیماران تحت درمان با داروهای فشار خون بودند. فشار خون بسیار اهمیت دارد که عیبیابی شود آیا ناشی از بالا بودن کلسیم است یا کم بودن منیزیم و یا بالا بودن کلسترول. جالب است بدانید این بیماران تحت درمان با واستاتین ها بودند، چون کلسترول خون بالا بوده و در کنارش داروهای کاهش فشار خون هم مصرف می کردند. بعد از بررسی فاکتور منیزیم در همه بیماران مورد نظر مقدار آن زیر 2.2 گزارش شد. با توجه به شواهد به دست آمده مصرف منیزیم اکیداً توصیه می شود، ولی در برخی موارد به اشتباه جهت جلوگیری از پوکی استخوان به افرادی که در سنین 50 سالگی هستند مکمل کلسیم جهت مصرف پیشنهاد می گردد و این خود در سنین بالای 60 سال می تواند به خصوص در خانم‌ها آلزایمر به ارمغان آورد، چون زوال عقل با افزایش سن و بالا رفتن PTH
در یائسگی با از دست دادن منیزیم همراه می شود. دانش جدید چنین بیان می کند که منیزیم از یک پارچگی سد خونی مغزی حفاظت می کند و اگر سد خونی مغزی محکم باشد اجازه نمی دهد هر پاتوژنی وارد مغز شود و جلوی خیلی از عفونت‌ها گرفته می شود. منیزیم و کنترل فشار خون بدین معنی است که نباید اجازه داد فشار خون بالا رود یا اینکه بیش از حد و طولانی مدت افت فشار را تجربه کرد. مغز گیرنده درد ندارد، پس زمانی که سردرد می‌شویم مننج حساسیت به خرج می‌دهد. افت فشار و افت قند هر دو برای مغز مضر است، همانطور که بالا بودنش ضرر دارد. بنابراین بهتر است علت هر سردردی پیدا و جدی گرفته شود. میگرن ناشی از کمبود منیزیم بزرگترین و مهمترین هشدار سردرد است که باید به داد مغز رسید. بپردازیم به چند عملکرد که باید به ذهن سپرد در رابطه با مکمل دیگری به نام پلنت استرولز. وظیفه اش کاهش کلسترول است، اما از طرف دیگر یک ضد التهاب قوی هم محسوب می شود و نیز در ترمیم میلین عصبی هم نقش دارد. پس در دمانس عروقی کمک کننده می باشد، در صورتی که بیمار خود مصرف روغن را محدود کند. ویتامین C در دمانس عروقی بسیار کمک کننده است. حتما میپرسید چطور؟ اولا ویتامین C در کنار منیزیم سد خونی مغزی را تقویت می کند و دوم اینکه کار ویتامین C تولید آب و اکسیژن است و مغز به شدت به اکسیژن نیاز دارد. اما نکته مهمتر، ویتامین C کمک می کند سلولهای بنیادی ساب ونتریکولار زون تمایز پیدا کنند و بروند جاهای آسیب دیده را ترمیم کنند، البته به شرطی که به مغز برسند، یعنی قند نرمال باشد و مقاومت انسولین نباشد. ما در مغز سلول بنیادی که بخش هیپوکامپ هم جزوش هست داریم. گرچه در مغز بزرگسالان تولید سلول عصبی خیلی کم از سلولهای بنیادی ساخته می شود، باز نقش مهم ویتامین C مشهود است. قبل از اینکه سراغ زوال عقل به خاطر جسم لویی برویم، زنگوله را روشن کنید و نظرتان را تا اینجای ویدیو برایمان کامنت کرده و با دوستانی که نیازمند چنین اطلاعاتی هستند این ویدیو را شیر کنید. در مورد جسم لویی در پارکینسون هم چیزهایی شنیده اید. پس در این نوع زوال عقل علائم شبه پارکینسونی هم بروز می کند. در اینجا دوپامین بسیار مهم است و اگر بخواهیم ماجرا را از ابتدا شرح دهیم بدین گونه است که ما یک پروتئین تو سلول عصبی داریم به نام آلفا سینوکلئین که مراقب میتوکندری هست و همینطور مراقب غشاء سلول و تنظیم کننده نوروترانسمیتر که چطور عمل می کند و در کل سیناپس سلول عصبی را تنظیم می کند. در شرایط نرمال سلول‌های دوپامینرژیک یک گیرنده روی خودشان دارند. وقتی دوپامین آزاد می شود، یک بخشی باید به خود سلول برگردد. این دوپامینی که برمیگردد تنظیمی است و بسیار مهم. دوپامین آلفا سینوکلئین را تنظیم می کند که یک جا تجمع نکنند و به خوبی پخش بشوند و کارشان را درست انجام بدهند و وای به روزی که این دوپامین کم شود. در چند شرایط آلفا سینوکلئین تجمع پیدا می کند و می شود جسم لویی که در این حالت آسیب به میتوکندری می رساند و غشای سلولی می ترکد و سیناپس به هم می خورد که مرگ و تخریب سلول عصبی می شود پارکینسون و زوال عقل دمانس. چرا در سن بالا زوال عقل شروع می شود؟ زیرا هم PTH بالا می رود و هم با افزایش سن بدن منیزیم از دست می دهد. حالا کی جسم لویی می شود پارکینسون؟ علت بعدی زمانی است که آهن باعث تجمع آلفا سینوکلئین در جسم سیاه مغز می شود. بدین دلیل است که محققین تاکید دارند که همیشه دنبال علت کمخونی باشید و بی رویه آهن و گوشت قرمز نخورید. حالا باید با استفاده از لیکوپن و تأمین دوپامین آلفا سینوکلئین را کنترل کرد و به نقش مهم دوپامین پی برد. منیزیم در مهار تجمع آلفا سینوکلئین مؤثر است و باید قدر آن را دانست، چون کمبودش یادگیری را از کودک تا بزرگسال مختل می کند. بریم که مطلب جسم لویی را ادامه دهیم. تجمع که صورت گرفت می رود سراغ سیگنالیک انسولین و مقاومت انسولین را سبب می شود، یا اگر از قبل مقاومت وجود داشته باشد آن را تشدید می کند تا بیماری و تخریب سیستم عصبی را شدت دهد.
با این اوصاف متوجه می‌شویم با به هم خوردن یک تعادل رفیق سلولمان می‌شود بلای جانمان و وقتی شد جسم لویی بیان TH17 را افزایش می‌دهد که در مهار آن مصرف مکمل لیکوپن مؤثر است. دوباره خاطر نشان می‌سازیم که TH17 تشنه کلسیم است. به خاطر همین سن هر قدر بالاتر رود باید از کلسیم هراسید، چون زوال عقل به راحتی درست نمی شود و از جایی که منیزیم آنتاگونیست یا همان مخالف کلسیم است و پاسخهای خود ایمنی مثل TH17 را مهار می کند، مصرف آن به همراه لیکوپن در پروتکل درمانی قرار می گیرد. از طرفی اگر با نرمال شدن مقدار منیزیم مقاومت مهار نشود، اولترا کروم در کاهش سرعت گرفتن مقاومت انسولین به کمک می آید.